کسب درآمد از ارزهای دیجیتال. انواع روش‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال: ترید کردن، ماین کردن، استیک کردن و بعضی روش‌های دیگه. چه روشی بهتره؟ چه روشی ریسک کمتری داره؟ یکی از روش‌های خوب استیکینگ هست. استیک کردن، سپرده‌گذاری ارز دیجیتال. اما اینکه چه چیزی استیک کنیم و کجا استیک کنیم. بعضیا میگن بهترین ارز دیجیتال برای استیک کردن چیه؟ این مهمه که چه چیزی استیک میکنیم، اما مهمتر اینه که کجا استیک میکنیم. در جای استیک کنیم که دارایی دست خودمون باشه تا ریسک کمتری هم داشته باشه. یکی از بهترین جاها ولت های نان کاستودیال هست. ولت نان کاستودیال یعنی ولت غیر هزانتی، ولت غیر امانی. در این نوع ولت ها دارایی شما کامل در اختیار خودتون هست. یکی از این نوع ولت ها MML ولته. MML ولت یه ولت شخصی غیر هزانتی، غیر امانی، بلاکچینی و غیر متمرکز، نرم افزاری و رایگان هست. این ولت رو شما میتونید از گوگل پلی دانلود کنید. حتما هم آخرین ورژن ولت MML رو از روی گوگل پلی دانلودش کنید از جای امن. اما استیکینگ در این ولت یک فرصت محدود زمانی و تعدادی هست، محدود هست. به جای ایردراپ، به جای هر تبلیغ دیگه‌ای برای شروع فعالیت خودش ولت MML و جذب کاربران وفادار از استیکینگ استفاده کرده. سود استیکینگ در ولت امن و تضمین برداشت سود ماهیانه خب از مزایای این ولت و این نوع استیک هست. اگر سوال‌های بیشتری داشتین کامنت کنین و من پاسخگو خواهم بود.